بسم الله الرحمن الرحیم. کم کم به آخر سال شمسی نزدیک میشیم و بحث نوروز و عید بودن و عید نبودنش و شرعی بودن و شرعی نبودنش و بحث‌های حاشیه‌ای که در نوروز معمولا در آخر هر سال این بحث‌ها پیش میاد. در یک پیام بسیار میشه گفت تقریبا مختصر، نمیخوام زیاد طولانی کنم که خسته کننده باشه، فقط در مورد بحث نوروز و 13 بدر و سفره 7 سین و چهارشنبه سوری و اینهایی که در این ایام معمولا در فضای مجازی مبحثش در حال چرخشه، میخوام اینجا چند نکته را عرض بکنم خدمت برادران و خواهران عزیز از اقوال علما و از احادیث و روایات ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این باره. قبل از هر چیز برادران و خواهران عزیز من این رو بدونید، ما مسلمان هستیم و ما پیرو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هستیم. زندگی ما در زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله و در زیر حکم الله و رسول باید باشه. این مبحث به دین ما ربط داره، به عقیده ما ربط داره. مبحث ملی یا مثلا قومیتی نیست که ما بخوایم مثلا به اون مثلا جنبه ملیتی و قومیتی بدیم، چون ما مسلمان هستیم و دین اسلام را به عنوان دین خود قبول کردیم، الله را به عنوان پروردگار خودمون، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان پیامبر خودمون و الگوی خودمون و رهبر خودمون قبول کردیم. پس به عنوان یک مسلمان بر ما واجب هست، مکلف هستیم که در چارچوب فرمان الله و رسول و در زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و در دایره موازین شرع و اسلام باید ما زندگی کنیم. این به طور خلاصه گفتم که هر مسلمان هویت خودشو بدونه، هر مسلمان پی ببره به حقیقت امر که ما کی هستیم، چه کاره هستیم و چه وظایفی داریم. ما مکلف هستیم که در برابر احکام الله و رسول خاضعانه خاشعانه با کمال میل سر تسلیم فرود بیاریم. مسلمان یعنی تسلیم شدن، یعنی تسلیم شدن در برابر امر الله و رسول و مخالفت کردن با هوای نفس با تمام چیزهایی که خلاف امر الله و رسول هست. این به طور کلی گفتم تا بدونیم. خب وقتی که ما مسلمان هستیم پس باید بدونیم که این دین و این عقیده بزرگ ما برای ما و برای زندگی ما راهکاری داده، برنامه‌ای داده، برای سعادت ما، برای خوشبختی ما راه و روشی را تعیین کرده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه من یک راه راست است. ما روزانه 5 وقت نماز میخونیم، در سوره فاتحه که در هر نماز فرض واجب هست، در هر رکعتی واجب است، ما این دعا رو میکنیم اهدنا الصراط المستقیم. راه مستقیم چه راهی است؟ و ان هذا صراطی مستقیما، راهی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. خب هر قومی، هر مذهبی، در هر دینی برای خودشون جشنی دارن، عیدی دارن، روزی معین میکنن به عنوان یک روز جشن و روز عید. و ما مسلمانان در پیروی از پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای ما
عید تعیین کرده است. یعنی عید برای ما تعیین شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ان لكل قوم عیدا ولنا عیدان. هر قومی برای خودشان عید دارن و ما هم 2 تا عید داریم، نه یک عید، 2 تا عید به ما داده الله سبحانه و تعالی در برابر تمام اعیاد باطل و جاهلیت که در جاهلیت اعیاد زیاد بوده. و پیامبر صلی الله علیه و وقتی وارد مدینه رفت دیدن برای خودشون جشنی داشتن، سرودی داشتن، پایکوبی داشتن، عید داشتن. پیامبر صلی الله علیه و تمام اعیاد را خلاصه کرد در 2 عید. بس اصحاب فرمودن که هر قوم عیدی داره، ما هم الله سبحانه و تعالی به جای همه اعیاد شما 2 تا عید به شما داده، عید فطر و عید قربان. ولنا عیدان الفطر والاضحى. هر قوم یک جشن عیدی داره، ما هم 2 تا جشن داریم، 2 تا عید داریم و عید ما عید فطر است و قربان است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله مشخص کرده دیگه ما در دین ما جایی برای عید نداریم. هیچ عیدی تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ مسمایی چیزی به نام عید به دین اسلام، به اعیاد اسلام اضافه نمیشه. اگر با 100 من چسب بخوایم اعیاد را به اسلام بچسبانیم نمیتونیم، جایی نداره در اسلام. خب این به طور کلی گفتم که ما در دین اسلام فقط 2 تا عید داریم برادران عزیز. ما مسلمان هستیم و دین برای ما تعیین کرده، پیامبر به صراحتا تعیین کرده، همونطور که الله سبحانه و تعالی به پیامبرش خودش فرموده که مثلا برای هر امتی شریعتی هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. سپس تو رای پیامبر صلی الله علیه و سلم بر راه و روشی روشن و شریعتی قرار دادیم، پس از آن پیروی بکن و از هوا و هوس کسانی که نمیدانند پیروی نکن. این خطاب به تمام امته که شما رو بر شریعتی، بر منهاجی، بر راه و روشی آشکار مبین قرار دادیم، دیگه به دنبال اینور اونور نرید. برای شادی کردن، برای خوشحال شدن نیازی نیست که در به در به دنبال اعیاد باطل بگردید، در به در به دنبال عیدهای اقوام دیگه، مذاهب دیگه، دینهای دیگه. نیازی نیست برادر مسلمان، خواهر مسلمان، که ما بریم تشنه باشیم، تشنه عید باشیم، در دین ما کمبودی باشه که ما 2 تا عید برای ما کفایت نکنه، حالا بریم به دنبال اعیاد مختلف. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من تشبه بقوم فهو منهم. اگه خودتون به هر قومی، به هر ملتی، مذهبی، آیینی، کیشی شما شباهت کردید، مثل اونا میشید، شما هم اونا هستید. در روایتی که انس روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که وارد مدینه شدن مشاهده کردن اهل مدینه 2 روز در سال را به عنوان عید اعلام کردند و در آن جشن و مراسم ببینید مراسم داشتن، جشن داشتن. از آنها پرسید که این چه ریزید؟ گفت که ما در آن جشن میگیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود پروردگار 2 روز بهتری برایتان قرار داده است، آن هم عید قربان و عید فطر است. اما اگر بخوایم ما به دنبال اعیاد بریم، خب مسلمانانی که در اروپا هستن، کشورهای غربی با دین نصارا، یهود، مسیحیت، هر دین باشن، همه برای خودشون عید دارن. خب مسلمان باید اگر در هر کشوری از عید آن کشور پیروی بکنه، خب در هند باید تمام مسلمان ها در دیوالی شرکت بکنن، در غرب و در اروپا برن کریسمس و نمیدونم چیزهای مسیحی شرکت بکنن. در کشورهای، در هر کشوری یک عیدی داره. قرار نیست که وقتی مسلمانی در هر کشوری هست از عید آن کشور که مثلا به عنوان یک نماد مذهبشون هست حتما پیروی بکنه. اما ببینید در کشور ما برای نوروز، برای تغییر سال، برای تغییر فصل جشنی دارن. ما داریم نوروز، چیزی به نام نوروز، اما ما نمیتونیم اون رو به عنوان عید تلقی بکنیم، بگیم عید نوروز. عید نوروز به عنوان عید ما اون قبول نداریم که عید باشه. ما این را به عنوان عید نمیپذیریم، به عنوان یک مسلمان. بله در نوروز تغییر فصل هست، بهار میاد، بالاخره سال نو میشه، به عنوان که یک سال جدید اومده. اگر کسی بخواد در این سال برای خودش دعایی بکنه، برای مردم دعای خیری بکنه که سال شما مبارک باشه، سال خوبی داشته باشید، سال گذشته
خوبی داشته باشید، آینده خوبی داشته باشید و سال گذشته هم خوب بوده باشه، برای همدیگه آرزوی خیر بکنم، خب اشکالی پیدا نمیکنه. اما اینکه ما بخوایم به عنوان یک عید تبریک بگیم، در این روز مراسم خاصی بگیریم، لباس خاص بپوشیم، دید بازدید باشه، سفره بیاندازیم، مثل عید فطر قربان، عید فطر قربان بخوایم مانند عید فطر قربان عمل بکنیم، سفره 7 سین، سفره خاص با روش خاص، با چیزهایی که طبق محاسبات یک آیین و مذهب انتخاب شده، سینهایی که با باورهای خاصی انتخاب شده، عنوان یک عید بهش بها بدیم، دید بازدید باشه، لباس نو بپوشیم، تبریک بگیم. خب میشه عید. پس ما یک عیدی را به اعیاد مسلمان اسلامی اضافه کردیم. پس در دین اسلام جایی نداره. ما میتونیم در این سال نو به همدیگه به عنوان یک سال جدید تبریک بگیم، سال نو رو برای همدیگه آرزوی خوبی داشته باشه. اگر کسی بگه سال شما مبارک باشه اشکالی نداره. به قول یکی از علما میگه شما شروع کننده نباشید، اما کسی به شما گفت سال شما مبارک، شما هم جواب بدین که سال شما مبارک، برای دعای خیر بکن، اشکالی پیدا نمیکنه. بحث سال نو مبارک اینا در بحث عبادت ها، تو بحث عبادات نیست، یک عرفی، یک عادت است. ما به عنوان یک عادت میتونیم اینو بگیم، مثل سلام و صبح خیر و ایناست. اما اگر قرار باشه بگیم عید شما مبارک، عید نوروز، سفره پهن بکنیم، سفره 7 سین بیاریم، خصوصا این سفره 7 سینی که با این رسم و رسوم خاص باشه، اینا ربطی به دین اسلام نداره. به عنوان یک مسلمان ما نمیتونیم این کار بکنیم. این کار عملی کردن یعنی پیروی از یک آیین، از یک دین و یک عقیده غیر از عقیده اسلامی. و مشخصه اینا در اصل جز جشن‌های باستانی و برمیگرده به آیین زرتشت، ربطی به ما مسلمان نداره. پس به عنوان یک مسلمان ما نمیتونیم کار بکنیم که سفره بیاندازیم، سفره 7 سین بیاندازیم، دید بازدید باشه، لباس نو خاصی مخصوص با آیین مخصوص، به عنوان عید تبریک بگیم. نه، این کار از نظر شرعی علما هم تمام علمای اهل سنت، علما مسلمانان در تمام دنیا به این امر متفق القول هستن که ما فقط 2 تا عید داریم. تبریک گفتن برای 2 تا عید جایز است. برای سال نو میتونیم تبریک بگیم، اما به عنوان عید نه. سفره 7 سین نمیتونیم بندازیم، درست نیست. چیزی به نام چهارشنبه سوری یک باور خرافی بیش نیست. چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سال بالای آتش میپرن و چقدر اتفاقاتی داره میفته، چقدر دارن انسان ها دارن چشمشون از دست میدن، دست پاشون از دست میدن، از بین میرن. آماری که دادن 17 نفر در سال 96 به خاطر همین چهارشنبه سوری، بهتره بگیم چهارشنبه سوزی، چقدر 17 نفر فقط آمار رسمی اعلان کردن. تا چقدر آمار غیر رسمی شاید بیشتر هم باشه که 17 نفر از دنیا رفتن به خاطر جان خودشون رو از دست دادن، به خاطر این رسم غلط. این رسم دینی نیست اصلا. رو آتش پریدن، خب این آیین آتش پرستیه که مسلمان نباید این کارو بکنه. مثل توتی نباشه تقلید بکنه، از هر چیز غرب و شرق تقلید بکنه. تقلید کردن از غیر مسلمان در اموری که اصلا هیچ، مثلا در علم باشه، شما برید در علم پیشرفت بکنید، در تکنولوژی پیشرفت بکنید، در نمیدونم اختراعات، خب یک مسئله مفید و معقوله. اما شما در یک رسم رسومات باطل، خرافی، باورهای غلط برید رو آتش بپرید، چهارشنبه سوری بگیرید، تبریک بگید، نمیدونم بعدش 13 بدر داریم که در روز 13 به عنوان یک عقیده خرافی، همه برمیگره به خرافات، اینا به عقیده ربط داره. به عنوان یک مسلمان دارید به عقیده خودتون دارید زیر سوال میبرید. 13 بدر یعنی 13 تو خونه نمون، 13 نحسه، به عنوان یک عدد نحس. کسی تو خونهش نمیمونه، همه برن تو صحرا، چون اعتقاد داشتن که عدد 13 نحس است. این یک عقیده غیر اسلامی است، غیر شرعی است. و یک انسان مسلمان موحد اهل توحید و پیرو امت محمد صلی الله علیه و سلم نمیاد چنین چیزا خرافات بکنه. در کل به طور خلاصه میگم برادران عزیز، به طور خلاصه عید نوروز ما نداریم، اما سال نو تحویل شد. به هم دیگه تبریک گفتید که سال شما مبارک باشه، سال خوبی داشته باشید، آرزوی خوبی بکنید، دعای خیر بکنید، هیچ اشکالی نداره انشالله. اینا دیگه بحث عرف عادات هست. اما اینکه ما سفره 7 سین بندازیم، 13 بدر همه بریم با خانواده بیرون، روز 13 باید حتما بریم، خود 12 برو، 14 برو، 11 برو. چرا روز 13؟ میگه خب بیرون رفتن، مگه تفریح رفتن، مگه صحرا رفتن اشکال داره؟ خب اشکال نداره. اما شما چرا روز 13 انتخاب کردید؟ حتما دنبال یک عقیده ای شما رفتید. نمیتونی خودت فریب بدی بگی من نه عقیده ندارم. خب چرا 13 رفتی؟ 14 برو، 15 برو، 12 برو، 11 برو، 10 برو.
اینکه روز 13 رفتن باید مخالفت بکنیم با این چیزا. چهارشنبه سوری ما نداریم، سفره 7 سین نداریم، شب یلدا نداریم، عید نوروز نداریم، نوروز داریم، تحویل سال داریم، مشکل نیست سال تحویل شد، برای هم دیگه دعای خیر بکنید، تبریک بگید به عنوان یک سالی تحویل شده، آرزو و دعای خیر بکنید. اما این که ما به عنوان یک عید نوروز اون را عید بدانیم در دین ما جایی نداره. برادران عزیز، خواهر عزیز، مسلمان هستی، امت محمد صلی الله علیه و سلم هستی، پیرو امت محمد صلی الله علیه و سلم هستی، به این هویت خودت افتخار بکن، تمسک بکن، چنگ بزن به سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم. خوشبختی تو، سعادت تو در پایبندی و التزام به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بر این همین عقیده زندگی بکن، بر همین عقیده دنیا برو، روز قیامت با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حشر بشی. اگر بخوای از آیین شرق و غرب و زرتشت و غیر زرتشت و مسیحی و در عید کریسمس شرکت بکنی، عیدی به نام والنتاین بیاری برای خودت، و عید الحب بیاری و عید فلان بیاری و عید فلان بیاری، این اعیاد باطله، مال من شمای مسلمان نیست. این تقریبا 15-16 دقیقه درباره نوروز گفتم که مطلبی را صورت صوتی خدمت برادران و خواهران عزیز عرض بکنم تا بهتر درک بکنن که مسئله از چه قراره. الله سبحانه و تعالی به همه شما و ما توفیق بده که به سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم و مسلمان واقعی باشیم، محمدی باشیم، مسلمان خالص باشیم. الا لله الدین الخالص، دین ما خالص باشه از شرکیات، از خرافات، از بدعت ها، یک دین کامل. ما دینمون الحمدلله کامل شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت را الله بر ما کامل کرده، دین را کامل کرده، نعمت را تمام کرده. ما کمبود نداریم که بریم به دنبال اعیاد دیگه، با اعیاد دیگه خودمون رو شاد بکنیم. شادی و خوشحالی در اطاعت الله، در عبادت الله، در پایبندی به فرامین الله و رسول است. سعادت، خوشبختی، شادی، تمام خوشی های ما تو این هاست. خوشی میخوای در عبادت، در طاعت، در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما با اعیاد و با اینور اونور و مراسم ها و رسم و رسومات باطل خودمون دل خوش بکنیم و خودمون مشغول بکنیم، روز قیامت الله سبحانه و تعالی تو را با اونها حشر میکنه. من تشبه بقوم فهو منهم، در روایتی حشر معهم، من احب قوما حشر معهم، با اونها حشر میشه روز قیامت، در صف اونها حشر میشه. الله اکبر. حواستون باشه، شوخی نیست برادران عزیز، خواهران عزیز، شوخی نیست، قضیه را جدی بگیرید. الله سبحانه و تعالی خودش فهم صحیح به ما بده. آمین.